عروسی نگیریم؟ هر دختری آرزوش لباس عروس سرش کنه. بابا اون پولی که میخوایم بدیم عروسی بگیریم بریزیم تو شکم فامیلا رو میدیم یه سفر خارجی خوب میریم. فامیلای من و تو که کادو درست حسابی نمیدن، میان میخورن میرن تهش هم کلی ایراد میگیرن. راست میگی یا پس بیا بریم همون بلیت سفر خارجی بگیریم. بریم. باشه. پسر خاله تو اینجا چی کار میکنی؟ عروسی چی شد؟ عروسی کنسله، با پولش میخوایم بریم سفر. یعنی چی؟ من 5 تا سکه گذاشته بودم کنار بهتون کادو بدم. ای بابا کنسل کردید؟ من براتون 207 ماتیکی خریده بودم کادو بدم. اینها دم عروسی ما 2 تا سرویس سلام می‌خواستیم بهتون کادو بدیم. سوسن بیا عروسی بگیریم. خونه برنگ یاقوت، اما خوش باشم و ما تو قطعش رو میخوام کادوها رو اعلام کنم. دختر خاله دوماد پتو پلنگی، پسردایی عروس سرویس پلاستیکی توالت، پسرعموی دوماد کفایی 207، دخترعمه عروس آبکش صورتی، دایی دوماد شورت نعنا. ببخشید نانو یعنی من دهن یکتون رو سرویس میکنم.